جنگلات طبیعی ولسوالی امام صاحب کندوز به مرکز آموزشی طالبان مسلح بدل گردیده است. برخی از متنفذان و بزرگان قومی ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز جنگلات طبیعی این ولسوالی که در کنار سرحد کشور تاجیکستان قرار دارد به مرکز آموزشی و تربیوی مخالفان مسلح حکومت مبادل شده است. این بزرگان از بی اراده بودن حکومت در خصوص نابودی لانه‌های آنان در این جنگلات شکایت دارند. این مطلب را بزرگان قومی این ولسوالی در مجلس بیان نمودند که در آن سرپرست ولایت کندوز، قماندان فرقه 20 پامیر، قماندان زون 808 سپینزر، رئیس امنیت ملی، اعضای شورای ولایتی و متنفذان این ولسوالی نیز حضور داشتند. سلطان محمد همکار عضو شورای مردمی ولسوالی امام صاحب گفت که جنگل این ولسوالی به مرکز تربیوی انتحاری ها، ماینسازان، جلب و جذب جوانان به صفوف طالبان و جنگجویان خارجی تبدیل شده است. آیا این جنگل اخماجق ملت نیست، نفوس افغانستان نیست، نفوس ولسوالی امام صاحب نیست؟ علتش چی است؟ ما نفهمیدیم. اینجا جناب ولسوال صاحب هم است، جناب قماندان صاحب هم است، دیگه بیادرهای کلان هم در اینجا حضور دارم، موی سفید هم در اینجا هستم. جنگل یگانه مرکز طالب است. امونجا تربیه میشه، از امونجا استخدام میشه، انتحاریش هم از امونجا میایه، انتجاریش هم از امونجا میایه، امونجا تربیه میشن. ما نمیفهمیم سید. هر چی که داد و فریاد به هر کسی که کردیم، با کلان بخور، کس به گپ ما گوش نگرفت. با این حال وکیل تاج محمد معاون شورای مردمی این ولسوالی حکومت را به بی‌کفایتی متهم میکند و میگوید که فعلا بیش از 2000 فامیل از اثر جنگ و ناامنی از مناطقشان بیجا شدند و با انواع مشکلات مواجه هستند. مشکل عملی که دو در کوره په شهر کې په دغه ځای کې در بدل دی په جماعتو کې پراته دي په وجرو کې پراته دي په دغه رحم وکړي هغه مظلومان چې ونه په توپو باندې وستل کېدي دومره توپونه وستلي دي کوم یو طالب چېرته زخمي شوی راپور یې پیدا کړي څوک لګېدلي دي همدغه مظلوم ولس شفاخانې ته ورسئ د شفاخانې معلومات واخلئ چې څومره نفر زخمي شوي څومره نفر در بدل یو نفر ناسه سلیستی ونیسی عقل یو تسلیت دپاره یو بوجیگندم روان میکنه دغه دپاره څوک نسته. از سوی دیگر امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب میگوید که باید به اسرع وقت به هدف راندن طالبان مسلح و جنگجویان خارجی عملیات تصفیه‌ای راندازی گردد. وی همچنان خواهان افزایش نیروهای امنیتی این ولسوالی گردید. یا 4-5 هزار نفر وجود میارن. این پلیس ناتوان نیست، این بی‌غیرت و ضعیف نیست، این اردو ضعیف نیست، ولی نسبت به او رقم است. درست است که این اردو مجهز است، او خو از خونش تیر است، از جانش تیر است، جاهل است، حرام مردن نمیفهمه، شمپد آمدن است، مردن است، دیگه آمدن است، مردن است، دیگه آمدن است. از جانب دیگر حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز با باشندگان ولسوالی امام صاحب اطمینان داد که به زودی به مشکلات اهالین ولسوالی رسیدگی خواهد شد. دانشی اضافه کرد که عنقریب به هدف سرکوبی طالبان مسلح و جنگجویان خارجی در این ولسوالی عملیات تصفیه‌ای راندازی می‌گردد. در این زمان جنرال محیدین غوری قماندان فرقه 20 پامیر مستقر در ولایت کندوز از مردم ولسوالی امام صاحب خواست تا با نیروهای امنیتی در خصوص تامین امنیت همکاری نمایند. با باور وی بدون همکاری مردم نیروهای امنیتی به تنهایی هیچ کاری کرده نمیتوانند. هم است و پروگرام‌ها به نظر به تایملاین تعیین میشه. انشالله به شما وعده میدم که من قریب میایم از تمام مواضع پرسنل خود، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی خود دیدن میکنم و پای هم میشینیم و مشکلاتای بخشی ملکی و نظامی خود به یاری پروردگار عالم، به همکاری شما علمای کبار، موی سفیدا، به راهنمایی شما حل میکنیم مشکل. انشالله حل میشه.
قبل از این نیز مسئولان محلی ولسوالی امام صاحب از موجودیت بیش از حد طالبان مسلح و بخصوص جنگجویان خارجی در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده بودند. این ولسوالی با کشور تاجیکستان سرحد مشترک دارد و ساحات سرحدی این ولسوالی کنار دریای امو کاملا از جنگلات طبیعی پوشانده شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.